صبح 21 اپریل کارمندان کمیسریت حربی نویای دیوشتیچ جسد رجبالی نظرов ساکن 19 ساله دهه کجرووتی جماعت اسماعیل سومونی این نوحیه را به نزدیکانش سپردند. مقامات سبب مرگ سرباز جوان را درد شدید گرده و از کار ماندن آن گفتند، ولی پیوندان سرباز میگویند در بدن او آثار لط و کوب را دیدند. عبدالحفیظ غایب نظر برادر رجبالی نظرov امروز در صحبت با رادیو زاده گفت ساعت 2:20 آوردند و ساعت 11 شستیم و گراندیم، زیرا خونی زیاد داشت. لب و بینیش کبود و چند جایش زده بود. قفای سرش دریده و زخمی زیاد داشت. نزدیکان سرباز به شرح مقامات که گویا از درد گرده ففتیده است شک دارند و میگویند اگر گردهش درد داشت چرا لب و اعضای دیگری بدنش کبود بود؟ وقتی دادرم را به خدمت بردند یگان بیماری نداشت. اگر بیماری گرده می داشت چگونه به خدمت حربی قبول کردند؟ پرسید عبدالحفیظ غایب نظر. فوت این سرباز را مسئولان مقامات محلی نیز تصدیق کردند. احرار نبیев رئیس دهه کجرووتی نوحیه دیوشتیچ گفت به من گفتند که نو به نوحیه بلندکوی مرغاب بردند و به سبب تغییر باد و هوا نفسگیر شده دلش از کار مانده است. تا حال نتیجه تشخیص طبیبان را ندیدم. در نتیجه تشخیصی که نسخه آن دسترس رادیو آزادی شد چنین نوشتند: سبب بی‌واسطه فوت ورم شدید معاینه سر، ورم شدید ششها، نارسایی شدید نفس و کار دل و رگ هاست. رجبالی نظرov در دعوت تیرماهی سال 2020 اختیاری به خدمت حربی رفته 6 ماه در قسم نظامی در نوحیه وسیع ادای خدمت کرده است. پیوندانش گفتند او را 1 هفته پیش به نوحیه مرغاب ولایت مختار کوهستانی بدخشان برده بودند. پدر و یک برادر رجبالی در روسیه مهاجر کاری‌اند و با شنیدن این خبر در راه به تاجیکستان بودند. برادرش میگوید اهل خانواده نیت دارند برای تحقیق مرگ رجبالی به دادستانی و مقامات ضددخل شکایت برند. مرگ سربازان در صف نیروهای مسلح و نهادهای دیگر حفظ ترتیبات و قانون مسئله نو نیست. دفتر آزادی‌های شهروندی، یک سازمان حامی حقوق سربازان میگوید از سال 2015 تا 2019 به آنها حدود 10 حالت مرگ سربازان در قسم‌های نظامی آشکار شده است و اکثر آنها در پی بدرفتاری یا اذیت سربازان رخ داده است.